چیکار کنم سرویس چینی به فنا بره؟ میخوام یکی دیگه بخرم. اگه نقشای طلایی و نقره‌ای داره که حتما بذارش تو مایکروویو که یا نقشاش از بین بره یا جرقه بزنه و باعث آتش سوزی بشه. اینجوری سرویس چینی و کل آشپزخونه‌تو باید با هم عوض کنی. از مواد شوینده قوی با فرمولاسیون و پی‌اچ بالا استفاده کن تا نقش و نگار و لعابشون رو قشنگ داغون کنه. بذارشون زیر نور مستقیم خورشید، اینجوری به مرور نقش و لعابشون کم رنگ میشه. موقع شستشو از دستکش لاستیکی استفاده نکن تا سر بخوره از دست بیفته شستی که بشه جیگرمون حال بیاد. میتونی بذاریشون تو ماشین ظرفشویی، مواد شوینده قوی هم بریزی روشون تا با فشار آب لعابشون خیلی مجلسی از بین بره. بچینشون رو هم، بینشون هم پارچه و دستمال مخصوص نذار. موقع برداشتن هم بصابونشون به هم یا ترک بخوره یا بشکنه، خیال جفتمون راحت شه. اگه همه اینا هم جواب نداد، یه پیشنهاد اوکازیون برات دارم. اگه ظرفای چینی توی یخچال یا جای سرد هستن، بگیرشون زیر آب داغ. اگرم گرم و داغ هستن، بگیرشون زیر شیر آب سرد. کارشون تمومه. اگه فکر کردی این ویدیو راجع به خراب کردن سرویس چینیت بود، یه بار دیگه ببینش.